کیفیت زندگی برای ما مهمه، اما چند درصد از ما به عنوان شهروند فعال برای حل مشکلات جامعه راه‌حل‌های اجرایی پیدا می‌کنیم. اصلاً شهروند فعال بودن یعنی چی؟ یک شهروند فعال کار را از شناسایی مشکل شروع می‌کنه. کافیه نگاه به دور و برمون بندازیم. مثل همه جای دنیا اینجا هم سوژه فراوونه. از محیط زیست گرفته تا بهداشت عمومی و رفاه اجتماعی، یا حتی باورها و رفتارهای غلط رایج. شیوه‌های مختلفی برای واکنش به مشکلات وجود داره. بعضی از این واکنش‌ها غیر سازنده و منفعلانه است. بی‌توجهی، بی‌تفاوتی، انکار مشکلات، احساس ناتوانی یا ناامیدی، غر زدن، توهم کنشگری. با این انفعال مشکل خود به خود حل نمیشه. برای حل مشکل باید از منابع و قابلیت‌های خودمون استفاده کنیم و راه‌های سازنده رو پیش بگیریم. یکی از این راه‌ها ترویج و حمایتگریه که تأثیر گسترده‌ای داره و امروزه در کشورهای پیشرفته به صورت یک حرفه تخصصی در اومده. ترویج و حمایتگری روندیه که نتیجه اون تغییر یک باور یا رفتار عمومی برای حل مشکلی از مشکلات جامعه است. یک حرکت ترویجی میتونه با کسب مشارکت از سازمان‌های تاثیرگذار و تصمیم گیرنده منجر به وضع، ترمیم و یا اجرای قوانین حمایتی بشه. اگر برای حل مشکل نیاز به آگاهسازی دارید، میتونید با کمک گرفتن از رسانه‌ها و یا راه اندازی یک کارزار آگاهسازی جامعه را از اهمیت مسئله مطلع کرده و حمایتشون رو جلب کنید. اما اگر راه حل مشکل تصویب قوانین حمایتیه، لازمه همراهی و مشارکت سیاستگزاران، افراد تاثیرگذار و سازمان‌های تصمیم گیرنده رو جلب کنید. بهترین روش برای این کار گفتگو، رایزنی و تشکیل ائتلاف با اونهاست. با ترویج و حمایتگری حرکت و پویایی رو برای کشورمون به ارمغان میاریم.